نمیدونم شما با دیدن این صحنه ها چه حسی پیدا میکنید، اما برای من بی نهایت جذابه. وقتی مام بزرگم با چادر شب رنگی رنگیش توی خونه هست، وقتی با دستای لرزانش لوبیا های باغو دون میکنه، وقتی کنار چراغ نفتی با اون کتری نوستالژیش آب میذاره تا جوش بیاد تا برای ما چای درست کنه، و وقتی که چای داره توی استکان میریزه، برایم بی نهایت جذاب و دوست دارم این لحظه ها رو انقدر بتونم طولانی کنم که تموم نشم. خونه مادر بزرگم رو به آلوچه درست کردن یه حال و هوای خاصی داره. آلوچه های ترش جنگلی که سیاه شدن ما روی آتیش میپزیم. بعد اینکه روی آتیش پخت اونو از آبکش رد میکنیم و بعد عصاره‌اش رو میگیریم. عصاره‌اش بی نهایت قشنگه، میذاریم تا حرارت بخوره غلیظ بشه. کماس یه نون خوشمزه‌ای هست که هر کنار رو به آلوچه پزون درست میکنیم. من رودابه هستم. اینجا از زندگی روستایی واقعی بهت میگم. دوست داری همراه هم باش.